مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حلیم. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران علاقمندان برنامه الگوهای هدایت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوشحالم از این که بار دیگر در خدمت شما پیرامون سیره سیدنا عثمان بن عفان قرار داریم. در جلسه گذشته پیرامون رابطه سیدنا عثمان با قرآن صحبت شد. شاید در ذهن عزیزان و بینندگان چنین رسیده باشه که سیدنا عثمان همیشه قرآن تلاوت می کردن و یا در گوشه نشسته بودن و فقط مصروف تلاوت. چنین نبود. سیدنا عثمان هم قاری قرآن بودن، هم حافظ قرآن بودن و هم عامل قرآن. هر آیه را که تلاوت می کردن کوشش می کردن که به اون آیه عامل باشن. سیدنا عثمان همیشه در کنار رسول صلی الله علیه و سلم، چی در مکه و چی در مدینه منوره، اکثرا اوقات خود را در کنار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سپری می کردن. حتی حضور سیدنا عثمان در میدانهای جهاد همرکاب با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اولین غزوه سرنوشت ساز در بین امت اسلامی غزوه بدر هست. هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستور دادن و صحابه راهی بدر شدن، از آن جمله و از آن سربازان یکی سیدنا عثمان بن عفان بود. هنگامی که میخواستن از مدینه بیرون شوند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای عثمان بن عفان گفتن تو در خانه بمان و در خدمت همسر خود باش. رقیه دختر نبی کریم صلی الله علیه و سلم به شدت مریض بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عثمان را گفتن در خدمت رقیه باش، در خدمت همسر خود باش. عثمان بن عفان کاملا آماده بود که همرکاب با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد، ولی مریضی شدیدی که عائل حال دختر نبی کریم صلی الله علیه و سلم شده بود عثمان را نگذاشت که به این غزوه روان شود.
سیدنا عثمان به کل غزوات شرکت داشت الا به غزوه بدر. ولی عجیبه سیدنا عثمان وقتی ماند چند روزی نگذشت که از شدت مریضی دختر نبی کریم صلی الله علیه و سلم حضرت رقیه از دنیا تشریف میبرند. عثمان سر تا پا غم و اندوه که از یک طرف به غزوت شرکت نکرد و از یک طرف همسرش از دنیا رفت، که ناگهان خبر رسید به مدینه که مسلمان ها پیروز و سرفراز و سربلند برگشتن با غنایم. رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی خوشحال بودن. وقتی وارد مدینه شدن خبر فوت رقیه را شنیدن، محزون شدن و رفتن سر قبرش و دعا کردن. عثمان ابن عفان از یک طرف غمگین بود به رفتن همسرش، از یک طرف خوشحال بود به فتح و ظفر و پیروزی مسلمان ها. رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد مدینه شدند و عثمان را صدا کردند. خیلی مهمه. وقتی عثمان را صدا کردن، غنایمی که به دست آمده بود وقتی غنایم تقسیم میشد برای عثمان ابن عفان گفتن این سهمیه توست، تو جزء این افراد هستی. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عثمان را از سهمیه غنایم بدر محروم نکردن، به اتفاق تمام مورخین، همه تاریخ نویسان میگویند عثمان ابن عفان جزء اهل بدر هست، بدری هست، جزء اون صحابه‌ای که الله سبحانه و تعالی از اونها اظهار رضایت کرده. همانطوری که عثمان ابن عفان به غنایم شریک شد، به کل اجر و ثواب و پاداش اهل بدر شریک هست. یعنی تمام مورخین می نویسند که عثمان ابن عفان از این که غنایم برایش رسید جزء اهل بدر هست، جزء بدری هست. الله اکبر. این مقام، این شایستگی که وقتی می نشیند، چون به خاطری که عثمان ابن عفان کاملا آماده بود که همرکاب با رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، اینجا به اون حدیثی که انما الاعمال بالنیات، الله سبحانه و تعالی معامله میکنه با نیت شخص. عثمان ابن عفان و غزوه احد، غزوه احد را بارها و بارها داستان و قصهش را شنیدیم که در ابتدا مسلمان ها پیروز میشن و بعد از این که بعضی از اون صحابه‌ای که به سرکردگی عبدالله ابن جبیر، اون تپه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید کرده بودن که رها نشه و بالاخره با اجتهادی که کردن رها ساختن، بار دیگر ظاهرا مسلمان ها شکست خوردن، چون مسلمان هیچ وقت شکست نمیخوره. پیروز شد پیروز هست، اگر کشته شد شهید هست، به هر حال مسلمان پیروز هست. ظاهرا شکستی که دامنگیر مسلمان ها در احد شد، مسلمان ها به چند دسته تقسیم شدن. یک عده وقتی که دندان رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شد، رخسار مبارک خونالود شد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالت قرار گرفتن که به تپه بلند شدن، اینجا شیطان فریاد زد و صدا سر آورد که محمد کشته شد. اینجا عده‌ای از صحابه عقب نشینی کردن و عده‌ای از صحابه شروع کردن به جنگیدن و عده‌ای از صحابه و بالاخره حیران ماندن که چه کار کنن. جز افرادی که عقب نشینی کردن سیدنا عثمان ابن عفان بود. سیدنا عثمان جز افرادی بود که عقب نشینی تا نزدیک مدینه. اینجا دشمن آماده از بین همه صحابه عثمان ابن عفان را مورد اتهام قرار میده. این هوس پرستان و دنیا طلبان و از خدا بیخبران میاین عثمان ابن عفان را انگشت انتقاد
بر عثمان ابن عفان که عثمان ابن عفان فرار کرد از صحنه جنگ. فرار نبود، عقب نشینی بود. حالا به تعبیر این کوردلان، به تعبیر این هواپرستان، به تعبیر این دنیا طلبان، به تعبیر اینهایی که هوا و هوس چشم و گوش اینها را کور کرده، حالا فرار بگیریم. عثمان ابن عفان فرار کرد، صحابه فرار کردن. قرآن چی میگه؟ قرآن میفرماید ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان. اینهایی که عقب نشینی کردن، اینهایی که پشت کردن در اون روزی که یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان. خب شیطان آمد. ما همیشه میگیم صحابه معصوم نیستن، معصوم نبودن، شیطان اونها را لغزاند. اما به چشم کوری دشمنان صحابه، به چشم کوری هواپرستان و دنیا طلبان و بیخبران از دین، به چشم کوری تو کسی که بر صحابه انتقاد میکنی، ادامه آیه میفرمایه ولقد عفا الله عنهم. الله اکبر. عثمان فرار کرد به تعبیر تو، الله میگه من اون را عفو کردم. صحابه عقب نشینی کردن، فرار کردن، شیطان اونها را لغزاند، تخلف کردن، نافرمانی کردن از پیامبر، اطراف پیامبر را رها کردن. الله سبحانه و تعالی میگه این کاری که اینها کردن من اونها را عفو کردم. ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم. الله مرزنده هست، مهربان هست، حلیم هست، بردبار هست. حالا تو کی هستی که بیایی بر عثمان ابن عفان انتقاد کنی، بر اصحاب رسول الله انتقاد کنی که اینها ترک کردن میدان، اینها نبرد ترک کردن، اینها عقب نشینی کردن، اینها فرار کردن، هر تعبیری که تو میخوای ببر، اما به کوری چشم تو که نسبت به صحابه حرفای زشت به زبان میآوری، الله اینها را عفو کرده، الله اینها را بخشیده. ادامه آیات حتی میگه ای پیغمبر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر. ای پیغمبر تو هم بس برای اینها طلب عفو بکن، طلب استغفار، آمرزش بکن، با اینها مشوره بکن. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اینا از اطراف تو فرار میکنن. تو باید مهربان باشی، تو رحمت للعالمین هستی، صاحب خلق عظیم هستی، باید قلب مهربان داشته باشی. الله اینها را عفو کرده، الله اینها را بخشیده، الله از اینها اظهار رضایت کرده. حالا تو هر چی میخواهی بگو، هر چی به زبان تو میایه بگو. الله از فوق آسمان ها به کوری چشم دشمنان صحابه، الله از اینها اظهار رضایت کرده. این آیه در شأن اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم و برای فضیلت صحابه و خصوصا عثمان ابن عفان که در احد جز اشخاصی بود که عقب نشینی کرد، جز اشخاصی بود که شیطان او را لغزاند، اما الله او را عفو کرد. الله برایش گفت من تو را بخشیدم، من شما را بخشیدم، من شما را عفو کردم. همچنین سیدنا عثمان ابن عفان غزوه غطفان یا به تعبیر دیگر غزوه ذی امر، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همراه 400 تن از صحابه برای نبرد با قبایل غطفان حرکت نمودند. وقتی که بیرون شدن از مدینه منوره طرف قبایل غطفان، عثمان ابن عفان را جانشین خود قرار دادند. الله اکبر. عثمان ابن عفان جانشین رسول صلی الله علیه و سلم. وقتی که سیدنا عثمان جانشین هست، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیرون میشن طرف قبایل غطفان. در مسیر را مرد به نام جبار از قبیله بنی ثعلبه و مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم روبرو می شود و به رسول الله ایمان می آورد و بعدا رسول الله صلی الله علیه و سلم را واقف می کند که از حرکت شما قبایل غطفان واقف شدن و همه به کوها فرار کردن و سر به کوها زدن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مدت 11 شب
که این غزوه طول کشید بدون نبرد، بدون جنگ، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم طرف مدینه برگشتن. یعنی در این غزوه نقشی که سیدنا عثمان داشت این بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقت بیرون میشوند طرف قبایل غطفان، مدت 11 شب بعد از رسول صلی الله علیه و سلم جانشین عثمان بن عفان هست. و همچنین عثمان بن عفان در بیعت الرضوان، در اون درختی که الله سبحانه و تعالی از او بیعتی که زیر درخت صورت گرفت به ما اشاره میکنه. عثمان بن عفان با بیعت الرضوان چگونه بود و چگونه عثمان بن عفان نقش داشت بعد از میان برنامه ان شاء الله بیان خواهیم کرد. با ما باشید. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. به یقین الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان می‌گذشت آگاه بود. پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. خدمت همه عزیزان مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پیرامون حضور عثمان بن عفان در میدانهای جهاد با نبی کریم صلی الله علیه و سلم در بدر اشاره شد. نقش سیدنا عثمان بن عفان که چگونه جزء اهل بدر می شود و همچنین در احد الله سبحانه و تعالی عثمان بن عفان را در ردیف کسان قرار می دهد که به صراحت کامل میگه من اینها را عفو کردم. و همچنین در غزوه غطفان که رسول الله وقتی خارج شدن از مدینه سیدنا عثمان بن عفان جانشین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرار میگیرد. حالا بیعت الرضوان، بیعتی که قرآن اشاره می کند لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم. الله سبحانه تعالی راضی هست از آن مؤمنانی که در زیر درخت با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیعت کردند و الله میدانه که در دلهای اینها چیست و به خاطر چی بیعت کردند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی تصمیم گرفتن که طرف عمره روان بشن و حرکت کردن با احرام و در منطقه‌ای که حدیبیه هست در آنجا رسیدن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که در آنجا رسیدن مشرکین واقف شدن و مانع شدن، گفتن اجازه نمیدیم که مسلمان ها بیاین مکه و بالاخره کعبه را طواف کنن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این سفر با 1400 نفر 1400 صحابه همرکاب با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودن. وقتی که مشرکین مانع شدن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در ابتدا شخص به نام خراش ابن امیه این را فرستادن. وقتی که این رفت
مشرکین شترش را هلاک کردن و میخواستن خودش را هم به قتل برسانن و ای پس آمد به نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و جریان را بیان کرد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عمر بن الخطاب را تصمیم گرفتن که روان کنن و سیدنا عمر آمد گفت یا رسول الله از من کرده عثمان بن عفان در اینجا نقش بهترتری دارد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خلاصه عثمان بن عفان را روان کردن و این که عثمان بن عفان رفت و بالاخره مسائل توحید را بیان کرد و مدت چند روزی که بود در آنجا وظیفه و مسئولیت و او پیام نبی کریم صلی الله علیه وسلم را رساند. چون بحث ما پیرامون عثمان بن عفان هست، اگر بخوایم جریان حدیبیه و جریان بیعت الرضوان و جریان صلح حدیبیه اینها را ما مطرح کنیم از بحث خارج میشیم. فقط میخواهم که پیرامون شخصیت عثمان بن عفان اشاره کنم. سیدنا عثمان رفت، وقتی که وارد مکه مکرمه شد سیدنا عثمان گفت که پیام این هست، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن ما میاییم طواف میکنیم و پس برمیگردیم طرف مدینه منوره. مشرکین اجازه ندادن، حتی گفتن ای عثمان خودت میتوانی برو کعبه را طواف بکن. سیدنا عثمان گفت من بدون محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف نمی کنم. چند روزی که عثمان بن عفان با گفتگو بود اینجا شایعه شد و خبر رسید به نبی کریم صلی الله علیه وسلم که عثمان را شهید کردن. خیلی مهمه. خبر که به نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسید که عثمان را شهید کردن، اینجا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کل صحابه را جمع کردن. اصحاب را جمع کردن، گفتن که بیایید بیعت کنید. بیعت با چی؟ بیعت به این که جان خود را فدا کنید. در حقیقت این بیعت به دفاع از کیست؟ به دفاع از عثمان بن عفان، به دفاع از عثمان ذی النورین، به دفاع از اون کان حیا. صحابه یکا یک می آین با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیعت می کنن. الله سبحانه و تعالی این بیعت را چنان بیعتی می داند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که صحابه می آیند دست با دست رسول الله می گذارن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دست راست مبارک خود را بلند می کنن، میگن این دست عثمان هست که با من بیعت می کند. الله اکبر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دست مبارک خود را، اون هم دست راست خود را به جای دست عثمان قرار میدن و بر دست خود میگذارن که عثمان با من محمد امروز بیعت میکند. نکته اینجاست، الله سبحانه و تعالی این بیعت را وقتی میگوید این دست رسول اکرم میفرمایند این دست عثمان هست، دست رسول الله میشود دست عثمان و دست رسول الله میشود ید الله فوق ایدیهم. الله اکبر. ببینید مقام عثمان بن عفان را، جایگاه عثمان بن عفان را، عظمت عثمان بن عفان را. 1400 صحابه آماده میشوند که همه جان خود را فدا کنند به خاطر انتقام از خون عثمان، به خاطر دفاع از عثمان. الله سبحانه و تعالی از 1400 صحابه در زیر این درخت اظهار رضایت میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر دفاع از عثمان. ان الذين يبايعونك، این بیعت با خدا هست. ید الله فوق ایدیهم.
این ید خداست، این دست خداست، اون دستی که برای خدا زیبایی دارد، یلیق بشأنه است. این نکته را متوجه باش. تو کسی که به عثمان ابن عفان زبان درازی کنی و توهین کنی، رسول الله میفرمایند این دست عثمان هست. دست خود را میگن این دست عثمان هست. آیا دست رسول الله عذاب می شود؟ آیا دست رسول الله به جهنم می رود؟ وقتی که ما تعریف و توصیف خیر النساء اهل الجنه فاطمه الزهرا را می کنیم که رسول الله می فرمایند فاطمه بدع منی، فاطمه جگر تن من هست. وقتی رسول الله می فرمایند فاطمه جزئی از تن من هست، عظمت فاطمه را نشان می دهد رضی الله عنها. در اینجا که رسول الله می فرمایند این دست عثمان هست که بر این دست من گذاشته می شود، وقتی دست رسول الله صلی الله علیه وسلم، تمام اعضای رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت و بزرگی داره، قطعی وجود رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت و بزرگی داره، این دست باز دست راست این بشود عثمان و در دست چپ رسول الله گذاشته شود و رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 صحابه که با این بیعت شرکت دارن، الله اظهار رضایت میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که اینها دفاع از عثمان برخواستن. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم. الله میدانه در دل اینها چیست. در دل اینها دفاع از عثمان بود، دفاع از خون عثمان بود. به خاطر انتقام، به خاطر اینکه دفاع از خون عثمان و دفاع از عثمان داشته باشن بیعت کردن. این جایگاه عثمان، این عظمت عثمان، این بزرگی عثمان ابن عفان را نشان میدهد. الله اکبر. صلح حدیبیه و یا بیعت الرضوان بردارید بخوانید، آیات سوره فتح را بخوانید که درباره بیعت الرضوان هست. الله سبحانه و تعالی به ما عقل کامل، عقل سلیم عنایت بفرمایه که فکر بکنیم نسبت به چگونه شخص زبان درازی میکنیم. عثمان ابن عفان داماد رسول صلی الله علیه و سلم، شخصیتی که الله سبحانه و تعالی از او اظهار رضایت میکنه. حضور و یا نقش عثمان ابن عفان در فتح مکه، وقتی که فتح مکه صورت میگیره، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همه را بخشیدن و بعد گفتن که همه را بخشیدم غیر از 4 نفر. اگر این 4 نفر را در هر جایی که دستگیر کردید بکشید، ولو که در پرده های کعبه آویزان باشند. 4 نفر کیست؟ اکرمه ابن ابی جهل، عبدالله ابن خطال، مقیس ابن حبابه و عبدالله ابن سعد ابن ابی صرح. هنگامی که رسول صلی الله علیه وسلم این دستور را میدهند، عبدالله ابن خطال به دست سعید ابن حارثه و عمار ابن یاسر به هلاک میرسه. اکرمه ابن ابی جهل فرار میکنه و بر کشتی سوار میشه. وقتی در کشتی سوار شد، در موجهای متلاطم کشتی قرار میگیره. اهل کشتی میگن بار الها، پروردگارا، همه با هم دیگر میگن بیایم خدای یگانه را صدا بزنیم، این لات و عزا و منات را رها کنیم. همه فریاد میزنن خدای یگانه را که بار اله ما را از این نجات بدی. اکرمه ابن ابی جهل میگه اگر من از این کشتی نجات پیدا کردم، از این طوفان نجات پیدا کردم، در حقیقت خدای یگانه او مالک این جهان و مالک حقیقی هست و او ملک هست و او رب العالمین هست و من میروم به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان میارن. و این بود که از کشتی نجات پیدا میکنه و بعد به محضر نبی کریم صلی الله علیه و سلم میره. و همچنین عبدالله ابن ابی صرح که جز این افراد بود، میایه خود را به دامان عثمان ابن عفان میاندازه و پناه میبره به عثمان ابن عفان. عثمان ابن عفان، عبدالله ابن ابی
سرح را میاره به محضر نبی کریم صلی الله علیه و سلم. یا رسول الله من شفاعت این را میکنم. رسول الله اول قبول نکردن، دوم قبول نکردن، مرحله سوم عثمان ابن عفان شفاعت میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم او را بخشیدن که بعدها عبدالله ابن ابی سرح وقتی مسلمان میشه در زمان خلافت سیدنا عمر بن الخطاب و خلافت سیدنا عثمان بن عفان به امارت چند منطقه منصوب میشه و خدمات زیادی در اسلام و مسلمین داره. و همچنین نقش سیدنا عثمان بن عفان در غزوه تبوک هست که غزوه بحث طولانی داره. غزوه هست که در سال نهم بعد از هجرت وقتی امپراتور روم تصمیم گرفت که بالای جزیره العرب حمله کنه، خبر به رسول الله رسید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جیش و لشکر را ترتیب دادن و طرف روم حرکت دادن که طرف تبوک هست. هنگامی که رسول الله این لشکر را دیدن و این بسیج عمومی زن و مرد را دیدن، آنقدر که تجهیزات باید می بود نبود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فریاد زدن من یجهز هؤلاء و یغفر الله له. چی کسی تجهیز می کند این لشکر را، الله او را می آمرزد. پاداشش عفو و بخشش هست، پاداشش رحمت الله و جوار الله و جنت الفردوس هست. سیدنا عثمان وقتی می شنود که رسول الله می فرمایند چی کسی این لشکر را تجهیز می کنه، الله اکبر، سیدنا عثمان آستین همت را بلند می زند، می آید به محضر نبی کریم صلی الله علیه و سلم، میگوید یا رسول الله من این لشکر را تجهیز می کنم، من این لشکر را تمویل می کنم. سیدنا عثمان 940 شتر در غزوه تبوک برای سربازان اسلام می دهد. عثمان ابن عفان 940 شتر به همراه 600 اسب تقدیم این لشکر می کند و می آید به محضر نبی کریم صلی الله علیه و سلم 10,000 دینار را به دست رسول الله صلی الله علیه و سلم تقدیم می کند. یا رسول الله اینها را مصرف این جیش و مصرف این لشکر داشته باشید. هنگامی که 10,000 دینار را عثمان ابن عفان به رسول الله صلی الله علیه و سلم تقدیم می کند، رسول معظم اسلام می فرمایند ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. به این عملی که عثمان امروز انجام داده دیگر ضررناک نمی شود، دیگر ضرری برای عثمان نمی رسد. عثمان ابن عفان بود که رسول الله را خوشحال می کرد. عثمان ابن عفان شجاعتش، سرمایه‌اش، سخاوتش، همه حرکاتش سبب خوشحالی رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بود. این حضور نقش عثمان ابن عفان در میدانهای جهاد همرکاب با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. سبحان الله، شما نقش عثمان را در غزوه تبوک مطالعه کنید، نقش عثمان ابن عفان را در غزوات مختلف خلاصه شما بردارید و مطالعه کنید، ببینید که شجاعتش، سخاوتش، همه مسائل، همه همراهی عثمان ابن عفان برای نبی کریم صلی الله علیه و سلم و برای مسلمین چقدر فرحت آور و خوشحال کننده بود. الله سبحانه و تعالی به همه ما توفیق بده که ما از این داستانها، از این قصص و از این بیاناتی که پیرامون این شخصیت‌های بزرگ اسلام می شود ما درس بگیریم. از سیدنا عثمان، وقتی که سیدنا عثمان رسول الله را با چه چیز به فرحت و خوشحالی آورد؟ با اون سرمایه‌ای که داشت. امروز باید سرمایه‌داران ما عثمانوار در راه اعلای کلمت الله، در راه تقویه دین مبین اسلام باید نقش داشته باشند و سهیم باشند. الله سبحانه و تعالی برای همه ما توفیق بده تا اینکه راه این بزرگان را تعقیب نموده، تا اینکه خوشبخت دنیا و آخرت بشیم. این بود به طور خلاصه و فشرده پیرامون حضور سیدنا عثمان ابن عفان یا همراهی سیدنا عثمان ابن عفان در میدانهای جنگ، در میدانهای جهاد با نبی کریم صلی الله علیه و سلم.
إن شاء الله اگر عمر باقی بود پیرامون نقش سیدنا عثمان بن عفان در اجتماع، یا می توانیم بگوییم که نقش اجتماعی سیدنا عثمان بن عفان در مدینه منوره چگونه بود و با اجتماع چگونه برخورده داشتن، ان شاء الله به برنامه بعد. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان و بزرگواران را به خدای کریم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله.